این یه دعایی است که مستحب به انسان همیشه بگی. در شب 27 ماه مبارک داریم که امام سجاد علیه السلام از اول شب تا آخر شب این دعا رو میخواندن: اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور والانابة الی دار الخلود. خدایا به من روزی بکن که من از دار غرور تجافی حاصل کنم، یعنی پهلو تویی کنم. دار غرور این دنیاست، دار دنیاست. غرور بهش میگم به خاطر اینکه انسانو گول میزنه. این دار غرور که انسانو گول میزنه و انسانو مشغول میکنه، گاهی وقتا با این موبایل ها چنان مشغول میشه انسان که نماز شب رخت برمیبنده و نماز صبح هم در اولش خونده نمیشه. پس انسان باید مراقبه داشته باشه، مواظب باشه که دست از پا خطا نکنه.